سلام و درود به همراهان همیشگی کانال ترید اسکول. امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه و ترید هاتون مثل همیشه پرسود. من روزبه هستم. امروز هم اومدم با یه ستاپ معاملاتی اسکلپ و تو این ستاپ میخوام از اندیکاتور استفاده بکنم. البته تاکید من کماف سابق استفاده از پرایس اکشن ترکیبی هستش، مخصوصا ترکیب ICT و اسمارت مانی. اما خیلی از دوستان تو کامنت ها مطرح میکردن که ما چطور میتونیم از اندیکاتور استفاده بکنیم. یه عده خب در تشخیص و مشخص کردن سطوح عرض و تقاضا که اصول کار ما هستش در پرایس اکشن ICT و اسمارت مانی یا پرایس اکشن ترکیبی مشکل دارن و خب نمیتونن این سطوح رو پیدا بکنن. باز من تاکیدم این هستش که حتما برید ویدیوهای مربوط به دوره سمسایدن رو ببینید، دوره ICT رو ببینید، ترکیب با اسمارت مانی رو ببینید، دوره سوپر سبک معاملاتی رو حتما دنبال بکنید تا با نحوه تشخیص و تعیین سطوح عرض و تقاضا آشنا بشید و حرفه‌ای بشید. حالا یه عده هم خب با اندیکاتور راحت هستن و دوست دارن از اندیکاتور استفاده بکنن. تو ستاپ معاملاتی اسکلپ امروز که خیلی دوست دارم که توی 1 دقیقه، تو تایم فریم 1 دقیقه و مثال هم روی یورو به USD هستش، این مثال ها رو دقت بکنید. من از اندیکاتور میخوام استفاده بکنم. خیلی جاها دیدم، حالا بعضی جاها جواب میده، خب بعضی جاها خب جواب نمیده. حالا من نحوه استفاده صحیح از این اندیکاتور رو هم بهتون خواهم گفت. اندیکاتوری که سطوح عرض و تقاضا رو برامون مشخص میکنه روی چارت، برای دوستانی که سطوح عرض و تقاضا رو به راحتی نمیتونن مشخص بکنن. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. خب در ستاپ معاملاتی امروز میخوایم که این ستاپ اسکلپ هستش، میخوایم از سطوح عرض و تقاضا استفاده بکنیم برای ترید توی تایم فریم 1 دقیقه. من از یه اندیکاتوری استفاده میکنم که اینجا تایپ میکنم سپلای دیمند. ببینید سپلای دیمند اندیکاتور ما زیاد داریم. اونی که نوشته سپلای دیمند پیوت پوینت، از این اندیکاتور استفاده بکنید. وقتی که این اندیکاتور رو میندازید روی چارت، کلی شکل و شمایل میکشه، مووینگ اوریج ها رو میکشه، انواع مووینگ اوریج ها و پیوت ها و همچنین سطوح عرض و تقاضا. ما با هیچ کدوم کار نداریم، فقط با سطوح عرض و تقاضا کار داریم. بنابراین مووینگ اوریج ها رو حذف میکنم که چارت شلوغ نشه. EMA یا اکسپوننشیال مووینگ اوریج رو هم حذف میکنم. خب سپلای رو رنگش رو سبز کرده. خب ما عادت نداریم سپلای سبز باشه. سپلای رو قرمز میکنم و دیمند رو سبز میکنم و خطش هم لاین بذارم که بتونم خوب تشخیصش بدم. این چیزا رو هم حذف میکنم، بقیه چیزا رو، و اوکی رو میزنم. خب ببینید داستان به چه صورتیه. نحوه استفادهش به این صورته که شما مثلا فرض بکنید که زمانی که 2 تا سطح عرضه پشت سر هم دارید، ببینید بذارید من برگردونم اون حالت به علاوه رو برگردونم که بهتر بتونم توضیح بدم. ببینید زمانی که شما 2 تا سطح عرضه پشت سر هم میبینید، میاد چی کار میکنید؟ این 2 تا سطح عرضه بینشون رو مشخص میکنید، یک محدوده هستش. خب این محدوده رو در واقع شناسایی میکنید و منتظر میمونید توی این محدوده. خب به محض اینکه توی این محدوده
یه همچین حالتی دیدید، مثلا این پینبار، یا سیگنال هایی مبنی بر سیگنال های فروش دیدید، حالا دیگه خودتون استادید دیگه، میتونید متوجه بشید چه زمانی میخواد قیمت بریزه. مثلا اینجا دیگه واقعا قیمت میخواد بریزه دیگه، یه پینبار هست. همچین شکلی دیدید، وارد پوزیشن شورت میشید. فروش، استاپ لاس بالا، بالای این محدوده. تی پی کجا باشه؟ تی پی اون وقت میاد از در واقع سطوح تقاضا استفاده بکنید. خب اولین سطح تقاضایی که این اندیکاتور بهتون داد، خب منتظر میمونید تا اولین سطح تقاضا بهتون داده بشه، که اینجاها در واقع این سطح تقاضا بهتون داده میشه دیگه. خب اینجا این سطح تقاضا بهتون داده میشه، اینجا از پوزیشن چی میشید؟ خارج میشید. یا نه اصلا این کار رو نکنید، اصلا این کار منطقی نیست. بیاین از ارده بلاک استفاده بکنید. ببینید اولین ارده بلاکی که میتونید شناسایی بکنید، مثلا این ارده بلاک خوبیه. ببینید اینجا این به عنوان تی پی تو، یا تی پی دوم اینجا باشه، همین کندل شادوش به عنوان تی پی. اینجا در واقع میاد ترکیب میکنید دیگه، اندیکاتور رو با پرایس اکشن میاد ترکیب میکنید. پس چی شد؟ زمانی که حالا برعکسش هم هست، برای سطوح تقاضا هم برعکسش هست. مثلا این دو تا سطح تقاضا رو ببینید، من یه باکس اینجا مشخص میکنم به این صورت. الان اینجا یه باکسی هستش بین دو تا سطح تقاضای پشت سر هم. من یه باکسی میکشم اینجا، منتظر میمونم که یه پینباری زده بشه، یه حالت در واقع قیمت بیاد اینجوری به این صورت بره به سمت بالا. من اینجا وارد پوزیشن خرید میشم که این اتفاق داره میفته دیگه. خب من اینجا بایستی وارد پوزیشن خرید میشدم، استاپ رو میذارم زیر این در واقع محدوده، حالا میارم پایین تر، حداقل 50%. تی پی کجا میشه؟ اولین سطح عرضه‌ای که اندیکاتور برام مشخص میکنه. یا نه اینجا من یک محدوده ارده بلاکی مشخص میکنم، خودم رو راحت میکنم. تی پی رو میذارم اینجا، یا اینجا یه محدوده ارده بلاکی اینجا مشخص میکنم، مثلا تی پی دوم رو میذارم اینجا. و به این صورت میتونیم از این اندیکاتورها استفاده بکنیم. ولی خب توصیه من استفاده از اندیکاتور نیست، حتما از تکنیک‌های ترکیبی استفاده بکنید. به تنهایی از اندیکاتور سپلای دیمند استفاده نکنید. نحوه استفادهش هم بهتون گفتم، حتما دو تا سطح عرضه پشت سر هم یا دو تا سطح تقاضای پشت سر هم به صورت یک محدوده درست بکنید، یه باکس درست بکنید و منتظر بمونید قیمت سیگنال های، حالا تو سطوح دو تا سطح عرضه سیگنال های فروش بده. تی پی رو میذارید اولین ارده بلاک یا اولین سطح تقاضا. برای حالت دو تا سطح تقاضای پشت سر هم همینطور یه محدوده درست بکنید، یه باکس درست بکنید. تو اون باکس، تو اون محدوده منتظر سیگنال های خرید یا سیگنال های لانگ باشید. یه پینبار با شادو به سمت پایین میتونه یک نشانه باشه برای گرفتن پوزیشن لانگ. اونجا پوزیشن رو باز میکنید، استاپ رو زیر اون محدوده میذارید. تی پی میشه چی؟ اولین سطح عرضه یا ارده بلاکی که به هر حال میتونه چارت بهتون بده. یا مثلا این مثال رو ببینید، خیلی راحت شما دو تا سطح عرضه این اندیکاتور بهتون نشون داده، بین دو تا سطح رو در نظر بگیرید. خب منتظر بمونید قیمت به این سطح برگرده و یه سری نشانه بهتون بده. ببینید اینجا و اینجا وارد پوزیشن فروش میشید. اینجا استاپ لاس بالای این محدوده،
و TP کجا میشه؟ اولین سطح تقاضایی که مشاهده کردید، مثلا اینجا میشه این سطح تقاضایی که خود اندیکاتور برامون مشخص کرده و منتظر میمونید که در واقع این پوزیشنتون تارگتش زده بشه. نحوه استفاده از این اندیکاتور هم به این صورت هستش، یعنی به تنهایی به استفاده نکنید، حتما از مفاهیم ICT و اسمارت مانی و مخصوصا تشخیص اوردر بلاک ها سطوح در واقع مهمی که قطعا این اندیکاتور توانایی نشون دادن اون رو نداره و شما به عنوان یک انسان با معلوماتی که به دست میاد از دوره‌های مختلف به راحتی و بهتر میتونید سطوح رو شناسایی کنید و مشخص کنید و بهتر از اندیکاتور قطعا میتونید مشخص کنید. ولی خیلی جاها من دیدم از این اندیکاتور استفاده میکنن و آموزش میدن. توصیه اصلیم این نیستش، این میتونه یک ابزار کمکی باشه براتون و در واقع یه ستاپ معاملاتی اسکلپ رو میتونید با این ابزار کمکی اندیکاتور سپلای دیمند استفاده بکنید و با استفاده از سطوح عرض و تقاضا بیاید ستاپ اسکلپ در روی نمودار و در تریدینگتون در واقع داشته باشید. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای آینده شب و روزتون خوش، مثل همیشه موفق و پرسود باشید. خدا نگهدارتون.